کودکان معمولا زمانی که بخوان از دوستاشون محافظت کنن رو میارن به دروغ گفتن. وقتی که بین دوراهی والدین و معلمان و دوستاشون قرار میگیرن و یا حتی ممکنه به خاطر یه سری رفتارهای فرق فروشانه است که دروغ میگن. هدفشون از این کار به دست آوردن جایگاه، حس ارزشمندی و مهم بودن و یا حتی حس هیجان توی دیگرانه. کودکی رو تصور کنید که توی مدرسه مورد زورگویی قرار گرفته. این اتفاق اگه بخواد برای خانواده‌اش بیان کنه جوری عنوان میکنه که رفتار مقابل به مثل هم داشته و اینکه خیلی از بچه‌ها هستن مثل ما بزرگسالان یه سری مسائل و حریم خصوصی خودشون میدونن که به خاطر محافظت از حریم خصوصیشون دروغ میگن. خیلی از بچه‌ها هم هستن که فرق بین واقعیت و خیال رو نمیدونن که این به خاطر رشد مغزیشونه. تحقیقات نشون داده 18% بچه‌های 6 ساله هستن که این تمایز رو متوجه میشن که داستان دیو پری واقعیه و یا خیالیه. بچه‌های دیگه‌ای هستن که بیشتر دروغ میگن که این به خاطر الگوی نامناسب والدینشون، هوش و سازگاری کودک و یا حتی دوستاشونه. توی ویدیوی بعدی درباره این که چطوری بتونیم مقابله کنیم با دروغگویی کودکمون توضیح میدم.